سلام. آی خدا، چی میخوای؟ من دوستتم مرد. چرا باید چیزی بخوام؟ نگاش کن، بازم دماغه مثل همیشه. آره، ممنون که فهمیدی. خب خانواده برنگشتن؟ نه، زنت واقعا نادونه. با این آشوبای چند هفته اخیر فکر کنم فهمیدم چرا نمیاد. میدونم مسخره به نظر میاد. نه اصلا مسخره نیست، چون تو یه قاتلی. تو مرد عملی. تو یه آدم تنبل نیستی. تو سرقت میکنی. تو برگشتی مرد، ما برگشتیم. گرفتی؟ فقط باید بردم از زندون فراری بدیم و بعدش تمومه. با فرانکلین چند فرهنگه میشیم. با لسترم سایبری میشیم. ما آمریکای مدرنیم مرد. پس بزن زنگو بام. نه اینطوری نمیشه. من پول داشتم، فقط مایه بدبختیه. من میخوام فیلم بسازم. عالیه. خب من دقیقاً چه جایگاهی تو زندگی دارم ها؟ آخرین کار رو انجام میدیم، بعد همکاریمون تموم میشه. این برای من یه بازی نیست. این یه سبک زندگیه. من خانواده دارم. منم هیچی ندارم. هیچ کس بهم اهمیت نمیده. من میدم. گم شو بابا. من قبل تو دیدم، برات عزاداری کردم. بعد معلوم شد هر چیزی که دربارت فکر میکردم اشتباه بود. همه چیز. تو نه مردی و نه حتی آدمی. از خودت چی هستی؟ من کابوس تو هم. دیگه از تهدیدات خسته شدم. بذار یه چیزی ازت بپرسم. یه چیزی که ذهنمو درگیر کرده. تو شمال یانگتون دقیقاً کیو جای تو خاک کردن؟ تا حالا بهش فکر نکردم. میدونی به چی فکر میکنم؟ نه راستشو بخوای، ای دروغگوی آب زیر کاه. تو مردی. لعنتی. ترور، هی تی. اون ماشین من بود لعنتی. گم شو. هی بی خیال، داری کجا میری؟ خودت میدونی کجا میرم. گم شو. وقتی میتونم با 2 تا نوشیدنی توی خونم بهت توضیح بدم نیازی نیست تا شمال یانگتون بری. بیا برگرد، اصلا پیتزا هم سفارش میدیم. بارو بابا، مردشور خودتو پیتزا تو ببرن. این حماقته. اوه نه، اتفاقا این افکار یه ذهن سالمه. ماشینو نگه دار، بی خیال، برگرد با هم حرف بزنیم. دیگه عمرم به دروغات گوش کنم. هی خودم برات تعریف میکنم همه چیو، فقط برگرد. میرم اونجا تا با چشمای خودم ببینم. ناامید میشی. خواهیم دید. میری اونجا ضایع میشی، قبر خالیه، فقط یه جسد الکی یا یه گونی شنون توه. کافیه. چرا اینقدر دروغ میگی؟ بس کن. فقط میخوام این همه را الکی نری. به اندازه کافی به هم لطف کردی. دیگه نمیخواد نفس حروم کنی. ترور بی خیال. لعنت بهت مایکل. دیگه بازی تمومه. شت. مأمور ویژن نورتون. لعنتی دیو، لعنتی، فکر کنم فهمید. کی؟ یکم فکر کن. لعنتی چطور؟ نمیدونم، از عقلش استفاده کرد. ولی میدونه، همه رو میدونه. الان داره میره اونجا لودندورف تا مطمئن شه. لعنتی بعدش چی؟ کی میدونه؟ دارم میرم اونجا ببینم میتونم قانعش کنم یا نه. منم میومدم ولی
نگران نباش، این یه چیزیه بین من و اون، ولی اگه اونجا اوضاع به هم ریخت مطمئن باش اول میاد سراغ تو. ممنون که گفتی. میگم برنامه امشب هستی؟ دوست داشتم ببینم. بله رئیس، رفیقش الان فرودگاهه. نمیدونم کدوم پروازه. تو همه پروازه یکشو میزنم. آماندا گوش کن، قرار بریم لس سانتوس تا دوباره شروع کنیم. من یه معامله کردم که بعدش سابقم کاملا پاک میشه. همگی آروم باشید، اینجوری کسی آسیب نمیبینه. به هم اعتماد کن عزیزم، منو ببین آماندا، تنها کاری بود که میتونستم بکنم یا همه میمردن یا یه نفر قصر در میرفت. من اون یه نفر بودم. آهسته و پیوسته آهسته و پیوسته. اسمش دیو نورتنه، آدم خوبیه، واقع‌بینه، افتخارشو اون کسب میکنه، منم خلاص میشم. این یه تصمیم نیست آماندا، من انتخابی ندارم. میخوای اینجا بین این همه برف بمیری یا میخوای تا آخر عمر یه جای آفتابی زندگی کنی؟ هی، میخوای زنده بمونی؟ بگو میخوای زنده بمونی تا حلش کنی. قراره بریم خارج شهر برای یه کاری. بهم اعتماد کن عزیزم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. هیچی. آره، اگه طبق نقشه پیش بریم همه چی ردیفه. دیگه خیلی دیره عزیزم، من معامله کردم، دیگه تمومه. عزیزم دیگه خلاص شدیم. خوشحال باش، عادی باش. قرار نبود اینجوری بشه. ما میتونیم عزیزم، بعدش دیگه آزادیم برای همیشه. این افتضاح من اوضاع به هم ریخت. فقط همین یک کار و بعد همه چی تمومه. همه چی تمومه. هی، داری وقت تلف میکنی. برای همین اومدی اینجا که بگی دارم وقت تلف میکنم؟ خیلی خوب، پس بکن، برام مهم نیست. آره میدونم کی برای چیزی مهم بوده. مسخره است. تا کی میخوای دروغ بگی مایکی ها؟ کی بس میکنی؟ خورشید هیچ وقت پشت ابر نمیمونه. تو رو خدا بس کن. هیچی اونجا نیست. خودشه لحظه حقیقت. میدونستم. براد، ببین، ما هر کاری شد کردیم که زنده بمونیم. فقط این داستان اونطور که باید میشد نشد. باید چطوری میشد؟
برد میرفت زندون و من میرفتم زیر خاک، یا هر دومون میرفتیم زیر خاک. برد تیر خورد، تو هم دیدی اون مرد. من تیر خوردم و نمردم، فقط همین. فکر کنم تنها چیزی که طبق نقشه پیش نرفت من بودم که 10 سال بعد جلو خونت ثبت شدم. مایکی، من عزادارت شدم. منم دلتنگت شدم، ولی من یه خونواده داشتم. قرار بود هممون بمیریم همونطور که اون مرد. ای آب زیر کاه لعنتی! نمیخواستم کار به اینجا بکشه. چرا میخواستی؟ فقط جرأتشو نداشتی. ولی من دارم. من چیزای بیشتری داشتم که از دست بدم. حداقل یه بار حرف راست بهم بزن برادر. حالا ماشه رو بکش. جرأتشو نداری. ماشه رو بکش. هی بیاید اینجا. اون دیگه کیه؟ لعنتی! آقای ترور فریکس، آقای چنگ میخواد باهاتون صحبت کنه. هی من کسی نیستم که دنبالشی. خیلی خب بچه‌ها بیاید، همینجاست، معشوقش اینجاست، بیاید بگیریدش. معشوقه؟ لعنتی! So, who are your pals, Trevor? Where they gotta go now? هی اشتباه گرفتید. ترور، خدا لعنتت کنه. مگه این عوضی ها چقدر نیرو دارن آخه؟ برید پی کارتون. اشتباه گرفتی عمویی، برو خونتون. You confused pieces of shit! ترور فیلیپس از اون طرف رفت. خودتون شروع کردی. This is how many guys you send to kill Trevor Phillips? من و ترور دیگه هیچ دوستی با هم نداریم. باید میرفتید سراغ همون یارو کچره که در راه. ترور از اون طرف رفت، از اون طرف. ترور فرار کرده احمقا. دارید اشتباه میکنید. دنبال آدم اشتباهی افتادید. Where they gotta go now? ای ترور لعنتی. اونها اونجاست. از جا جم نخور، دیگه راه فراری نیست. تسلیمم.
یالا از ماشین بیا پایین نفله. صنایع ترور فیلیپس. آقای فیلیپس، بیچنگ هستم. با پسرم تائو آشنایی؟ آره، همون پسر منگوله که زد زیر قرارداد. حالش چطوره؟ هنوز داره کار یاد میگیره. ممنون. دوستام تو شمال یانگتون بهت نرسیدن. ممکنه با هم صحبت کنیم؟ تشکیلات تو برام مشکل ساز شده. میخوام کارمو به شهرک برلین توسعه بدم. اوه، چقدر بد. حالا میخوای چی کار کنی؟ قبلا یه کاری کردم. عشق دست ماست. چی؟ عشقم؟ مایکل دسانتا. با هم توی تریلر زندگی میکنیم. با خدمتکاره. بعد با هم رفتی توی اون خونه بزرگ. مشخصه که خیلی صمیمی هستیم. عشقم، آره درسته. جدایی سخته. میدونی من هیچ وقت رفیقامو دور نمیزنم و تو خطر نمیندازمشون، ولی خب هر کاری میخوای بکن. تشکیلات من جایی نمیرن.